سلام. امروز 30 اسفند 1403 روز آخر سال. من دیروز سر کار بودم، خواستم خونه رو خوب مرتب کنم. ساعت 1-2 دقیقه مونده به عید 1403. خونه رو داریم کم کم تمیز میکنیم. فکر کنم خیلی از خونه ها هم شکلی باشن و وقت نکرده باشن. در واقع اینقدر کار و زندگی و مشاغل زیاد شده که زندگی خیلی سخته و بهونه است بالاخره. ولی خب این سال نو خوبیش اینه که یه جوری آدمو مجبور میکنه که خونه‌شو مرتب کنه، زندگیشو مرتب کنه. خب ببینم پسرم چیکار میکنه. اینم پسر منه. سلام ماتیار. ماتی سلام کن. ماتیار سلام کن. سلام. مثل همیشه تو گوشیشه. خونه ماست عزیز دلم. ماتیار بای بای کن. بگو سلام. بگو سلام. ماتیار بابا نکن. ماتیار ماتیار به بابا بگو سلام. ماتیار نه بابا نکن. ماتیار بگو سلام. بگو سلام. عزیز دلم قربونت برم. عزیز دلم. خب قربون پسرم برم من. خب فکر کنم دیگه الان دیگه فکر کنم نزدیکای عید باشه. شاید 1 دقیقه مونده باشه به عید. تلویزیونم هم که آنتنش کار نمیکنه. خب برم عید به خانه‌ام تبریک بگم. خانه ها همومه. این فیلم بزن اینجا که خانم تبریک بگم تو عید بهش تبریک بگم. هنوز 1 دقیقه مونده. هنوز 1 دقیقه مونده. عید تبریک بگم. نه من خانمم هستیم. عکس عروسی اون 15 سال پیش. یادش بخیر. خب ببینم هنوز 1-2 دقیقه مونده. ببینم مردم تو خیابون چیکار میکنن. حال هوای عید تو خیابون چجوریه؟ خب تغییر خاصی که حس نمی‌کنم. قبلا شده انفجاری چیزی میومد وقتی عید تعطیل میشد. وقتی عید ساعت عید دقیقاً فکر کنم توپو زدن. خب سلامتی. مبارک باشه. عید نوروز. ماتیار عید مبارک. ماتیار یه بوس بده. عید مبارک. بوس. یه بوس دیگه. عزیزم. برم همسرم بوسی کنم. تو حمامه. عید مبارک. بوس. نه خب سال همگی مبارک. عید همگی مبارک باشه ان شاء الله.